میگه خر و سربالایی میکشه مرد و ایوالله. دو دست آدم تو سوشال مدیا به هیچ جا نمیرسن. دسته اول با طناب تایید بقیه میرن تو چاه. دسته دوم هم سرشون میخوره به سقف کوتاه آرزوهاش. یعنی اگه مهرطلب باشی، اگه برای دیده شدن پست بذاری، دنبال لایک و ویو و فالو باشی، اگه ارزش کار تو به کامنت ها گره بزنی، یهو میبینی افتادی تو مارپیچ تایید گرفتن از بقیه. وقتی هم که نتونی تاییدشون رو بگیری، همه چیزو ول میکنی و میکشی کنار. دسته دوم با ویو بالا و چند تا دونه فالوور سقفشون پر میشه. چقدر آدم اومدن اینجا نشستن پیش من گفتن ببین من اگه برسم به 1000 تا فالوور چه ها که نمیکنم. ببین اگه من 5K رو بزنم دیگه کولاک میکنم. ببین من برسم به 10K فالوور دیگه جدی شروع میکنم. آخرش هم هیچ غلطی نمیکنم. بعدش هم کم کم شل میکنن و خداحافظ تا ماه بعد. میرن هر ماه یکی دو تا پست میگیرن و بیخیالش میشن. تهش چی؟ هیچی. یا میرن ته چاه یا سرشون میخوره به سقف کوتاهشون.